خدا محوریت همه چی باید امام زمان باشه، همه چی مال او. چرا برای امام زمان کم میخونید؟ چرا فقط اول و آخر جلسه میشه امام زمان؟ انگار یه مدیه با آقا شروع کنید آخرم ابن الحسن آقا بیا آقا بیا آقا بیا. چرا انقدر میگه آقا بیا؟ اصلا مگه نیومده؟ مگه نبوده؟ بگیم آقا برگرد. غلط کرد. این اصلا داینول ببین چی میگه با گریه میشه ظهور نزدیک. فقط گریه تکی نه. ببین کسی پایه هست با هم گریه کنیم؟ حل مویی کسی بهم گریه مویی غلط کرده. داشتیم ما خاک بر سرمون، بعد بیم عین الحسن و عین الحسین ای داده بیداد حسن و حسین دم دست ما دعا. بعد معاویه ترجیح داده وا خدا ببخش. آقا عین ابناء الحسین، او پسرای امام حسین کو؟ یعنی اماما. عین الانجم الظاهره عین الاقمار المنیره عین الشموس طالعه. اینا بود. عین باب الله الذی منه یؤتی. این همون درس که از زینب است. عین باب الله الذی منه یؤتی. عین مسافر قریب صحرا قشنگترین یوسف زهرا گریه کنه این روز و شبها یا ای همه کار و کس ما یه نیم نگاه تو بس ما خوش اومدی به مجلس ما بیا ما رو برای گریه کنار خود سوا کن سینه زنه حسین از کربلا امام حسین عشق داره قربونش برم. عشق برای امام زمان باید جدی بشه. اصلا اسم امام زمان بیاد دلا بره. معرفت مردم رو باید زیاد بکنیم بفهمن که امام حسین هم امام زمان خودش بود. همین. و درک بکنیم این امام زمان قریب حی حاضر رو. چیکار کنم؟ آقا یه سوال مرد و مردونه جواب بده. اگر بگن شما با معرفتاشونید، خدا شاید این سوالو پرسیدم جایی گفتم نه. اگر به شما بگن من نماینده خدا باشم نعوذ بالله بیام بگم آقا خدا ظهور رو میدونه کی، به منم گفته اگر یکی از شما پاشه هر کدوم شما قول بده تیکه تیکه بشه ما 30 ثانیه خدا به من اجازه دون ظهور رو بندازم 30 ثانیه قطعی میاد جلو. جونت واسه خودت گناه نکن. هر گناهی که داری میکنی یه ساعت یه روز یه ماه کار سخته همینه عزیز دل من. پهلوان همینه. گناه نکن.